در صفحه 23 از فصل 4 کتاب اصول موفقیت، ناپلئون هیل درباره خطری صحبت می‌کند که به ظاهر می‌تواند راه را کوتاه‌تر کند، اما در عمل مسیر موفقیت را منحرف می‌کند. بدهی. هیل توضیح می‌دهد که بدهی معمولاً با نیت بد شروع نمی‌شود. بیشتر اوقات از عجله برای سریعتر رسیدن به نتیجه به وجود می‌آید. فرد می‌خواهد زودتر از توان واقعیش جلو برود و همین شتاب زدگی او را وارد مسیری می‌کند که کنترل آن به تدریج از بستش خارج می‌شود. از نگاه هیل، کسی که اصل رشد تدریجی را درک کرده باشد، نیازی به بدهی ندارد. زیرا او می‌داند موفقیت واقعی حاصل تکامل آرام و پیوسته است، نه جهش‌های ناگهانی. پس‌انداز منظم، سرمایه‌گذاری حساب شده و اجازه دادن به زمان برای انجام کار خود، مسیر طبیعی ساختن ثروت است. هیل هشدار می‌دهد که بدهی ذهن انسان را از حالت تصمیم‌گیری آگاهانه خارج می‌کند. فرد بدهکار ناخواسته وارد فضای ترس، فشار و واکنش‌های احساسی می‌شود و تصمیم‌هایی که در این فضا گرفته می‌شوند معمولاً به بدهی‌های بزرگتر منتهی خواهند شد. به باور هیل، مشکل بدهی خود پول نیست، بلکه این است که بدهی نظم ذهنی و صبر فرد را تضعیف می‌کند. و کسی که صبر و نظم را از دست بدهد، حتی اگر فرصت‌های خوب هم سر راهش قرار بگیرد، نمی‌تواند از آنها به درستی استفاده کند. در پایان این صفحه، هیل به روشنی نشان می‌دهد که مسیر موفقیت مالی از شتاب و طمع عبور نمی‌کند، بلکه از رشد آرام، اعتماد به زمان و پایبندی به اصول ساده اما پایدار می‌گذرد. کسی که به اصل رشد مرکب ایمان دارد، نه در زندگی شخصی و نه در توسعه کارش نیازی به بدهی پیدا نمی‌کند. زیرا او می‌داند رسیدن زمانی ارزشمند است که نتیجه یک مسیر سالم باشد.